سبيل الدموع سبيل مريح. جوانی کمبغل به خواستگاری دختری رفت. به خاطر کمبغلی اش راضی نشدند. بعد از او جوانی بوی بد اخلاق به خواستگاری رفت. به خاطر بای بودنش راضی شدند و گفتند خداوند هدایتش میکند و بچه خوب می شود. چرا در جوانی یکم نگفتند خداوند رزقشان می دهد و زندگیشان خوب می شود؟ آیا همان خدایی که هدایت می کند خود او رزق دهنده نیست؟ بله، خود او رزق دهنده است. ای پدران و مادران بزرگوار، شیطان شما را فریب ندهد. وقتی جوان به خانه شما به خواستگاری می آید، شما بر مال و منصب نسب نگاه نکنید، بلکه شما به دین او نگاه بکنید. چون اگر آن اهل دین باشد، اگر دین اسلام را با پررگی عمل بکند، بدانید که آن از همه دیگر جوانها بایتر است. چون ایمانی که در قلب این شخص است، بدانید که ارزشش از همه مال و بایگری این دنیا گرانتر و قیمتتر است. الإلهي تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر